سلام به همه علاقه‌مندان به تکنولوژی. آیا تا به حال به کامپیوترتان نگاه کرده اید و با خودتان گفته اید من میتوانم خودم این را بسازم؟ این فکر رایجی است و من اینجا هستم تا به شما بگویم شما کاملا میتوانید. سرهم کردن کامپیوتر شخصی خودتان یک تجربه فوق‌العاده لذت بخش است. شما نه تنها از ساختن چیزی با دستان خودتان لذت میبرید، بلکه کنترل کاملی بر مشخصات و عملکرد سیستم خودتان خواهید داشت. به علاوه، این کار بسیار آسان‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید. این راهنما شما را در هر مرحله از فرایند، از انتخاب قطعات مناسب تا راه اندازی دستگاه جدیدتان، همراهی خواهد کرد. ما همه چیز را از نصب مادربرد گرفته تا مدیریت آن کابل‌های مزاحم پوشش خواهیم داد. بنابراین، اگر آماده اید تا وارد عمل شوید و جادوی تکنولوژی درونتان را آزاد کنید، بیایید شروع کنیم. سرهم کردن یک کامپیوتر مانند سرهم کردن یک پازل با تکنولوژی بالاست. این در مورد اتصال قطعات مناسب برای ایجاد چیزی قدرتمند و منحصر به فرد است. اما برخلاف یک پازل، این یکی با حق فخر فروشی همراه است. تصور کنید که وقتی به دوستانتان میگوید که کامپیوتر بازی خودتان را ساخته اید، چه شکلی میشوند؟ خب، آیا آماده اید که این سفر هیجان انگیز را آغاز کنید؟ بیایید ابزارمان را جمع کنیم و شروع به ساختن کنیم. قبل از اینکه به دنیای هیجان انگیز سرهم کردن کامپیوتر بپردازیم، باید مطمئن شویم که ابزار مناسب برای این کار را داریم. نگران نباشید. شما به یک کارگاه فانتزی یا تجهیزات گران قیمت نیاز نخواهید داشت. در واقع، بیشتر ابزارهایی که نیاز دارید احتمالاً در خانه شما وجود دارد. در درج اول، شما به یک پیچ گوشتی 4 سو نیاز دارید. این همراه وادار شما در طول کل فرایند ساخته است. مطمئن شوید که نوک مغناطیسی دارد. این به شما کمک می‌کند تا پیچ‌ها را در اعماق کیس کامپیوترتان نندازید. به من اعتماد کنید، برای بهترین ما هم اتفاق می‌افتد. در مرحله بعد، یک بند مچ دست ضد الکتریسیته ساکن تهیه کنید. این وسیله کوچک ممکن است غیر ضروری به نظر برسد، اما برای محافظت از قطعات ظریف شما در برابر الکتریسیته ساکن بسیار مهم است. به سادگی آن را به مچ دست خود ببندید و سر دیگر آن را به یک قسمت فضی کیس خود وصل کنید. این یک مسیر زمین ایجاد می‌کند و از هر گونه تخلیه تصادفی الکتریسیته ساکن که می‌تواند سخت افزار گرانبهای شما را از بین ببرد، جلوگیری می‌کنند. همچنین برای آن نقاط تنگ که انگشتانتان به سادگی جا نمی‌شوند، به یک امبر دست خوب نیاز خواهید داشت. یک چراغ قوه یا چراغ پیشانی برای روشن کردن گوشه‌های تاریک کیس کامپیوتر شما بسیار مفید است. و در نهایت، چند ظرف یا کاسه کوچک بردارید تا پیچ‌هایتان را مرتب نگه دارید. هیچ چیز ناامید کننده تر از این نیست که در حین سرهم کردن یک پیچ کوچک را گم کنید. با آماده شدن جعبه ابزارتان، یک قدم به تبدیل شدن به یک استاد سرهم کننده کامپیوتر نزدیکتر شده اید. انتخاب کیس و مادربرد مناسب مانند ریختن فونداسیون یک خانه است. بسیار مهم است که این کار را به درستی انجام دهید، زیرا همه چیز دیگر بر اساس آن ساخته خواهد شد. بیایید با کیس شروع کنیم. زر شیک که از قطعات گرانبهای شما محافظت می کند. هنگام انتخاب کیس اندازه مهم است. کیس ها در اندازه های مختلفی به نام فاکتور شکل عرضه می شوند. رایج ترین آنها ATX، مایکرو ATX و مینی ATX هستند. ATX بزرگترین است و بیشترین فضا را برای ارتقاء ارائه می دهد. مایکرو ATX فشرده تر است، اما همچنان انعطاف پذیری مناسبی را ارائه می دهد. مینی ATX کوچکترین است و برای کسانی که خواهان یک سیستم کوچک اما قدرتمند هستند، عالی است. پس از انتخاب فاکتور شکل، ویژگی‌های کیس را در نظر بگیرید. به دنبال جریان هوای خوب، گزینه‌های مدیریت کابل و پورت‌های با دسترسی آسان باشید. یک کیس با طراحی خوب، فرایند سرهم کردن شما را روان‌تر می‌کند و سیستم شما را خنک‌تر نگه می‌دارد.
حالا نوبت به مادربرد، سیستم عصبی مرکزی کامپیوتر شما میرسد. مادربرد تعیین میکند که سیستم شما از چه قطعاتی پشتیبانی میکند. بنابراین عاقلانه انتخاب کنید. اولین چیزی که باید در نظر بگیرید نوع سوخت است. مطمئن شوید که با پردازنده‌ای که انتخاب کرده اید سازگار است. از دیگر عوامل مهم میتوان به چیپ است، اسلات‌های رام، اسلات‌های توسعه و گزینه‌های ذخیره‌سازی اشاره کرد. انتخاب کیس و مادربرد مناسب ممکن است دلهره‌آور به نظر برسد، اما نگران نباشید. منابع زیادی به صورت آنلاین در دسترس هستند که به شما کمک می‌کنند تا بهترین تصمیم را برای نیازهای خود بگیرید. حالا زمان آن رسیده است که قلب غول خود را نصب کنید. پردازنده. این تراشه کوچک مغز کامپیوتر شماست و وظیفه انجام تمام آن محاسبات پیچیده‌ای را بر عهده دارد که باعث می‌شود بازی‌های شما روان اجرا شوند و برنامه‌های شما مانند یک رویا عمل کنند. نصب پردازنده می‌تواند کمی استرس‌زا باشد، اما نگران نباشید. از آنچه به نظر می‌رسد آسان‌تر است. ابتدا سوخت پردازنده را روی مادربرد خود پیدا کنید. معمولاً توسط یک اهرم محافظ پوشانده شده است. اهرم را به آرامی بلند کنید. سوکت را خواهید دید. حالا پردازنده را با دقت با سوکت تراز کنید و مطمئن شوید که فلش روی پردازنده با فلش روی سوکت مطابقت دارد. هنگامی که پردازنده به درستی تراز شد، اهرم را به آرامی پایین بیاورید تا در جای خود محکم شود. با قفل شدن اهرم پردازنده در موقعیت خود، باید صدای کلیک رضایت بخشی را بشنوید. حالا زمان آن رسیده است که خمیر حرارتی را اعمال کنید که به انتقال گرما از پردازنده به خنک کننده کمک می کند. مقدار کمی خمیر حرارتی به اندازه یک نخود را در مرکز پردازنده بمالید. نگران پخش کردن آن نباشید. خنک کننده این کار را برای شما انجام خواهد داد. در مرحله بعد، خنک کننده پردازنده را نصب کنید. اگر امر با پردازنده شما ارائه شده است استفاده می کنید، خمیر حرارتی از قبل روی آن اعمال شده است. بنابراین می توانید از آن مرحله صرف نظر کنید. خنک کننده را با سوراخ‌های نصب روی مادربرد تراز کنید و آن را با استفاده از پیچ‌ها یا گیره‌های ارائه شده محکم کنید. مطمئن شوید که خنک کننده محکم وصل شده است تا از هر گونه مشکل گرمای بیش از حد جلوگیری شود. بخش پنجم، قدرت مغز، نصب رام. با نصب پردازنده، زمان آن رسیده است که به سیستم خود کمی قدرت مغز بدهید. رام یا حافظه دسترسی تصادفی مانند حافظه کوتاه مدت کامپیوتر شماست. اطلاعاتی را که کامپیوتر شما برای دسترسی سریع به آن نیاز دارد ذخیره می‌کند و به برنامه‌ها و بازی‌های شما اجازه می‌دهد تا به طور روان اجرا شوند. نصب رام مثل آب خوردن است. ابتدا اسلات‌های رام را روی مادربرد خود پیدا کنید. آنها معمولاً در سمت راست سوخت پردازنده قرار دارند. گیره‌های دو طرف اسلات‌های رام را باز کنید. حالا شکاف روی ماژول رام را با شکاف روی اسلات رام تراز کنید و به آرامی هر دو انتهای ماژول را به سمت پایین فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد. هنگامی که ماژول رام به درستی در جای خود قرار گرفت، باید صدای کلیک رضایت بخشی را بشنوید. این فرایند را برای هر ماژول رام اضافی که نصب می‌کنید تکرار کنید. اکثر مادربردها از حافظه 2 کاناله یا حتی 4 کاناله پشتیبانی می‌کنند. بنابراین برای عملکرد بهینه، ماژول‌های رام خود را در اسلات‌های صحیح نصب کنید. نکته حرفه‌ای: اگر در حال نصب چندین ماژول رام هستید، برای اینکه بدانید ابتدا کدام اسلات‌ها را برای عملکرد بهینه پر کنید، به دفترچه راهنمای مادربرد خود مراجعه کنید. بخش ششم، قدرت بصری، نصب کارت گرافیک. حالا نوبت به آب نبات چشم میرسد. کارت گرافیک. این پسر بعد مسئول ارائه تمام آن تصاویر خیره کننده ای است که تجربه بازی شما را بسیار همه جانبه می کند.
نصب کارت گرافیک، حتی اگر برای اولین بار است که این کار را انجام می دهید، بسیار آسان است. ابتدا، بالاترین اسلات PCIe را روی مادربرد خود پیدا کنید. این معمولاً طولانی ترین اسلات PCIe است و به طور خاص برای کارت های گرافیک طراحی شده است. اسلات کیس پشتی مربوط به اسلات PCIe که از آن استفاده خواهید کرد را باز کنید. حالا، کارت گرافیک را با اسلات PCIe تراز کنید و به آرامی آن را به سمت پایین فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد. با استفاده از پیچ یا گیره ارائه شده، کارت گرافیک را به کیس محکم کنید. این کار از افتادگی و آسیب احتمالی به اسلات PCIe جلوگیری می‌کند. پس از نصب ایمن کارت گرافیک، کابل مانیتور خود را به خروجی‌های نمایشگر در پشت کارت وصل کنید. داریم به خط پایان نزدیک می‌شویم. بخش هفتم، ذخیره‌سازی و نیرو، هارد دیسک‌ها و منبع تغذیه. زمان آن رسیده است که برای همه بازی‌ها، برنامه‌ها و فایل‌های خود کمی فضای ذخیره‌سازی اضافه کنید. ما همچنین واحد منبع تغذیه را نصب خواهیم کرد که برق همه اجزای شما را تامین می‌کند. نصب هارد دیسک‌ها و SSD‌ها معمولاً یک فرایند ساده است. اکثر کیس‌ها دارای جایگاه‌های درایو اختصاصی برای درایوهای 3.5 اینچی و 2.5 اینچی هستند. به سادگی درایو خود را در جایگاه مناسب قرار دهید و آن را با پیچ محکم کنید. اگر از SSD M.2 استفاده می کنید، برای محل نصب صحیح به دفترچه راهنمای مادربرد خود مراجعه کنید. در مرحله بعد، منبع تغذیه. این واحد سنگین معمولاً بسته به طراحی در پایین یا بالای کیس شما قرار دارد. منبع تغذیه را در جایگاه خود بلغزانید و آن را با پیچ محکم کنید. کابل‌های برق مناسب را به مادربرد، کارت گرافیک، دستگاه‌های ذخیره‌سازی و هر جزء دیگری که به برق نیاز دارد وصل کنید. برق رسانی به اجزای شما بسیار مهم است، اما برای جلوگیری از اتصال کوتاه، همه اتصالات را دوباره بررسی کنید. ایمنی حرف اول را میزند. بخش هشتم، مدیریت کابل، رام کردن جنگل سیم‌ها. تبریک میگوییم، شما با موفقیت همه اجزای اصلی را نصب کرده اید. حالا قبل از اینکه همه چیز را ببندیم، کمی وقت بگذاریم تا جنگل سیم‌ها را در داخل کیس خود رام کنیم. مدیریت صحیح کابل نه تنها باعث می شود که ساخت شما شکیل‌تر به نظر برسد، بلکه جریان هوا را نیز بهبود می بخشد که به نوبه خود به خنک نگه داشتن اجزای شما و عملکرد روان آنها کمک می کند. با مسیریابی کابل‌های خود در پشت سینی مادربرد، با استفاده از بست‌های کابل یا نوارهای ولکرو برای منظم نگه داشتن آنها شروع کنید. هر گونه طول کابل اضافی را در جایگاه‌های درایو استفاده نشده یا پشت پنل جلویی قرار دهید. مطمئن شوید که هیچ کابلی مانع فنها یا هیت سینک‌ها نمی شود، زیرا این امر می تواند جریان هوا را مختل کرده و منجر به گرمای بیش از حد شود. به یاد داشته باشید، یک ساخت تمیز، یک ساخت شاد است. وقت خود را صرف کنید و در مدیریت کابل خود صبور باشید. ممکن است خسته کننده به نظر برسد، اما در دراز مدت ارزش تلاش را دارد. بخش نهم، مراحل پایانی و نتیجه گیری، روشن کردن شاهکار خود. شما تقریباً به آنجا رسیده اید. همه اتصالات خود را دوباره بررسی کنید و مطمئن شوید که همه چیز ایمن و در جای مناسب خود قرار دارد. هنگامی که راضی بودید، زمان آن رسیده است که مانیتور، صفحه کلید، ماوس و کابل برق خود را وصل کنید. یک نفس عمیق بکشید، انگشتانتان را صلیب کنید و دکمه پاور را فشار دهید. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، باید هنگام راه اندازی سیستم خود برای اولین بار صفحه نمایش لوگوی مادربرد خود را ببینید. تبریک میگوییم، شما کامپیوتر خودتان را ساخته اید. حالا زمان آن رسیده است که سیستم عامل، درایورها و همه بازیها و برنامه‌های مورد علاقه خود را نصب کنید. ساختن یک کامپیوتر ممکن است در ابتدا دلهره آور به نظر برسد،
اما همانطور که دیدید، یک تجربه شگفت‌آور، قابل دسترس و فوق‌العاده گراتیفیکانت است. شما نه تنها از خلق چیزی با دستان خودتان لذت میبرید، بلکه درک عمیق‌تری از نحوه عملکرد کامپیوترها به دست میآورید. پس بروید، علاقه‌مندان به فناوری و آن ماشین‌های رویایی را بسازید.